سلام به روی ماهتون دوستان و همکاران عزیزم از آمریکا و کانادا. جمعمون جمعه، خوش آمدین. سلام چطوری مریم جون، سپیده جون و سارای عزیز؟ مرسی. خیلی خیلی خوش آمدین. من مریم هستم. فقط بگم که برای دوستانی که میخوان از صفحه سپیده جان، سارا جان و پگاه جان منو میبینن بدونن کی هستم. مریم هستم. 1.5 سال آمدم کانادا. قبلا 20 و چند سال در هلند زندگی میکردم. الان اومدم نزدیکتر. دوستان گلم اینجا هستن و میخوایم راجع به بیزنسمون حرف بزنیم. دوستان خودشونو معرفی کنن، برمیگردیم به مبحث شیرینمون. پگاه جان. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه کسایی که الان دارن لایو ما رو میبینن یا بعدا نگاه میکنن. یا معرفی کوتاه از خودم بکنم برای کسایی که دارن از پیج دوستای عزیز منو میبینن. من پگاه هستم، ساکن تگزاس در شهر دالاس زندگی میکنم و مادر هستم. 2 فرزند دارم. بک‌گراند تحصیلی مهندسی ایمنی صنعتی خوندم و در حال حاضر فول تایم جابم شغل مادریمه و در خدمت شما هستم. منم سارا هستم. حدود 23 سال پیش به همراه خانوادم به کانادا مهاجرت کردیم و طبق معمول به اصطلاح خیلی نرم مهاجرا که نمیتونیم شاید که کاری که قبلا انجام میدادیم و انجام بدیم، ولی من بلافاصله رفتم دنتال اسکول و حدود 20 سال تا چند وقت پیش توی دنتال آفیس با عنوان دنتال هایجنیست کار میکردم و الانم به این چند وقته که این شغل در واقع آنلاین رو دارم از خونه انجام میدم. سپیده جان. سلام عرض میکنم به همه عزیزان در سرتاسر این کره زیبا. امیدوارم حال همگی خوب باشه. دوستان اینستا، دوستای فیسبوک. من سپیده هستم، سپیده شمس. حدود 18 سال پیش به آمریکا تگزاس مهاجرت کردم. اینجا حسابداری و فایننس خوندم و الان به صورت فول تایم مشغول به کارم. 2 پسر دارم، در کنارش هم بیزینس خودم رو ران میکنم. خیلی ممنون از عزیزای دل. مرسی. من راستش خیلی مسیج میگیرم و خیلی سوال ازم پرسیده میشه که تفاوت این که شما میگین بیزنس آنلاین پتانسیل درآمدش بالاست به چه علت تفاوت داره با آفلاین؟ مایی که 8-9 ساعت تا 10 ساعت در روزمون رو میذاریم برای کار آفلاینمون، اون درآمدی که شما دارین در بیزنس آنلاین ازش صحبت میکنین رو ما تو کارهای آفلاین به دست نمیاریم. چرا اینقدر پتانسیل درآمد بالاست؟ حالا من دوست دارم یه کوچولو راجع به این توضیح بدم و دوستان گلم منو تکمیل و تصحیح کنین اگه جایی اشتباه رفت. به نظر من چیزی که الان من خودم تو این مدتی که تو این بیزنس دریافت کردم این هستش که کارهای آنلاین کلن بیزنسش یا کارهای آنلاینی که ما انجام میدیم به خاطر اینکه اسمش روشه، آنلاین بودنش ما رو وصل کرده به کل دنیا. کارهای آفلاین تو محدوده و اون شاید بگم تو اون لوکیشنی که هستیم فقط کارایی داره و کسایی که شاید بیرون از اون شهر باشن حتی ما رو نتونن بشناسن. ولی تو کارهای آنلاین من الان تو کانادا نشستم، کسی که تو اروپاست، تو آسیاست، حتی تو آفریقاست، از طریق صفحات من، از طریق اون پلتفرمایی که من الان فعال هستم میتونه منو بشناسه، بدونه کی هستم و اصلا چه کاری دارم توی این دنیای آنلاین انجام میدم. و به خاطر این که بیزنس ما آنلاین هست، یک بیزنس قانونی هست و از هر جای دنیا غیر از متاسفانه واقعا این خیلی اذیت کننده است که از ایران عزیزمون و از افغانستان این قابل انجام نیست، ولی از هر جای دنیا عزیزان میتونن بیان جوین این بیزنس بشن. اصلا نیازی هم نداره که ما فیزیکی هم رو بشناسیم. پس به خاطر آنلاین بودنش پتانسیل درآمدیش بالاست، چون ما دسترسی به کل دنیا داریم و درآمدی هم که به ما میده به خاطر همون هستش که گفتم شما یه کره زمین رو در نظر بگیر، انگار احاطه کردین کل این کره زمین رو با این بیزنس آنلاینی که انجام میدین. حالا دوستان عزیز مطلبی دارین اضافه؟ من میخوام یه چیزی مریم جان اضافه کنم. البته ما چون علم دیجیتال مارکتینگ رو یاد میگیریم و این علم کمک میکنه که ما آدینسامون رو سر تا سر دنیا انتخاب بکنیم و هیچ محدودیتی نداریم و اینکه میتونیم اشخاص رو تارگت بکنیم که با چه اشخاصی ما میتونیم کانکت بشیم و اونا بتونن
تبلیغات ما رو ببینن و اینکه با ما ارتباط رو برقرار کنن توی سوشال مدیا و تمام سوشال مدیا که ما هم هستیم و میتونن ما رو ببینن، سوالاتشون رو بپرسن. برای همینه ما اینقدر مثلا میگیم که این علم دیجیتال مارکتینگ علمیه که الان واقعا تمام دنیا دارن از این استفاده میکنن تو هر بیزینسی. حالا ما بیزینسمون آموزش علم دیجیتال مارکتینگ هستش، اون کسی که حالا به هر حال بیزینس های خودشونو دارن، آنلاین دارن کار میکنن، هر چیزی میتونن با دونستن علم دیجیتال مارکتینگ آدینس هاشون رو انتخاب بکنن و بتونن درآمدزایی بکنن. فرقش هم درست گفتین که آفلاین شما محدودین، یعنی به همون محیطی که هستین محدود هستین و اینکه ارتقای شغل ممکنه که پیش بیاد ولی اونقدر شما ارتقا پیدا نمی‌کنین و درآمدتون نهایت مثلا یه چند دلار بالاتر بره، ولی باز همون هستین، مگر که حالا مثلا باز درس بخونین اونقدر باز تفاوتی توش پیش نمیاد. ولی خب این علمی که ما داریم آموزش میبینیم و آموزش میدیم به آدما کمک میکنه که این پتانسیل درآمدی بسیار بالا رو داشته باشن. دقیقاً پگا جون کاملا درست گفتین. و اینکه چجوری ما الان مثلا اینایی که من میگم همه تجربه شخصی خود من هست و واقعا اون موقع ها مثلا تا قبل از اینکه به اصطلاح من این کار آنلاین رو شروع بکنم، خب فول تایم همیشه کار میکردم، میومدم خونه خسته. اون موقع ها مثلا میرفتم کافی بود که برم فقط چک بکنم مثلا یه چیزی رو توی یک کدوم این پلتفرم ها، اینستاگرام یا فیسبوک، بعد میرفتم همینجوری ناخودآگاه میرفتم یهویی میدیدم، یعنی واقعا بگم 1 ساعت بعضی وقت 2 ساعت میدیدم من اونجا و در ضمن این که دارم در واقع کاری نمی کردم، فقط داشتم صفحات و چیزای دیگر رو چک می کردم و همیشه به من یه احساس گیلتی بودن میداد، مثلا می گفتم من چرا وقتم رو تلف کردم. ولی الان مثلا میگم این تجربه شخصی خودمه و واقعا الان اگر که میرم پشت لپتاپ یا این سلفونم مثلا وقتی دستم میگیرم دیگه به هیچ عنوان دارم از اینجا در ضمن این که در واقع دارم با دنیای تکنولوژی همسو میشم، همگام میشم و واقعا من روزانه چیزای خیلی یعنی زیادی رو دارم یاد میگیرم، در واقع یه منبع درآمدی هم شده برای من. و یکی از چیزایی که مری جون اشاره کردن، تفاوت فاحشی که واقعا بین جابای آنلاین و آفلاین هست، شما فرق نمیکنه که چه پوزیشنی داشته باشید، از لانگ است که برای دیگران کار بکنید. واقعا شما وقتی که استخدام میشید هر مبلغی که یه بیسی داره که به اصطلاح با اون صاحب کار یا وزارت کار اینا برای شما مشخص میکنه که باید به شما پی بکنن. ولی اگر که اینو دنبال بکنید طبق قانون، همش میگن طبق قانون، و واقعا میبینید سالها توی یه پوزیشن حتی اگر که شما ارتقای مقامم گرفته باشید طبق قانون اونقدر اون مبلغ ناچیزی به حقوق شما اضافه میشه، واقعا چشتون رو باز میکنید 6 سال 7 سال توی یک آفیس کار کردین و واقعا تجربتون از به اصطلاح اینجا رسیده تا به نهایت، ولی از نظر درآمدی واقعا هیچ جا نرفتید. به خاطر اینکه درآمد همون جوری یه مقدار کوچیکی اضافه شده ولی شما فکر کنید خرج کجاست. برای همین این 2 تا تجربه خیلی خیلی به اصطلاح میگم مال خود منه که میتونم واقعا راجع بهش صحبت کنم. بله هممون به یه نوعی سارا جون این تجربه رو داریم، مخصوصا ماهایی که مهاجر هستیم به هر حال خیلی شرایط سختی رو داریم میگذرونیم دیگه. هممون تحصیل کرده هستیم، هممون به هر حال مثلا خودم میتونم مثال بزنم، همسر من توی ایران بیهوشی خونده ولی خب وقتی که اومد اینجا خب متاسفانه نتونست توی اون رشته‌ای که حالا تخصصش رو داره بتونه کار بکنه
بعد دوباره میرفت مدرسه، مثلا واحداشو قبول نمیکردن. خب بعد از اون ور میگفت خب حالا منم برم مدرسه، اولا بعد کلی وام بگیرم که بتونم پول تحصیلاتمو بدم. خب بعد کی میخواد خرج خونه رو بده؟ 2 تا بچه بود. خب منم بچه‌هام کوچیک بودن، متاسفانه خب نمیتونستم کار بکنم. از اون ور اگه بچه‌ها رو میذاشتم خودم کار میکردم، باید بچه‌ها رو دیکر میذاشتم. همین واقعا شرایط سخت بود و این خودش خیلی کلافه کننده است که تو یه متخصصی باشه. حالا من راجع به رشته‌های مدیکال میدونم چون شوهرم این شرایط رو گذرونده و باهاش درگیر بودیم، نتونست رشته خودش رو کار بکنه و مهاجرت برای کسایی هستش که تو سن پایین‌تر میان و آدم موفق بشه. حالا ما که از سن حالا بالاتر اومدیم، خب خیلی این چالش ها برام سنگین بود که برای همین من خودم واقعا تصمیم گرفتم که با اینکه در کنار بچه‌هام باشم و پیششون باشم بتونم یه درآمدی درست بکنم، از اون ور فشار رو از روی همسرم بردارم. هم فشار کاری هستش، هم فشار این که اون پوزیشنه رو نداره مثل ایران که بوده. اینا خیلی واقعا سخت بود، ولی خب خدا رو شکر الان تونستم با ورودم به این بیزینس یه خورده از اون سختی‌های زندگی رو کم بکنم. سفیده جان شما؟ من امروز میخواستم راجع به این که این بیزینس چقدر باید براش وقت بذاریم صحبت کنم، چون اکثر عزیزانی که دوست دارن وارد این بیزینس بشن کسایی هستن که فول تایم جاب یا پارت تایم جاب خودشونو دارن و واقعا بزرگترین سوالشون اینه که ما چقدر باید وقت بذاریم، ما اصلا وقتی نداریم. اینو میخوام بگم که اوریج میانگین حدود 2 تا 3 ساعت وقت گذاشتن برای این بیزینس کافیه، ولی خب خیلی از کسانی که تو این کامیونیتی هستن فول تایم جابشون همینه و خب 100% خیلی سریعتر رشد میکنن و خیلی ها مثل خود من فول تایم جاب خودشونو دارن، بچه دارن، بالاخره یه زندگی بیزی واقعا 2 ساعت 3 ساعت در روز بیشتر نمیتونن وقت بذارن و خب خوبیش اینه که از هر موقع شبانه روز میشه استفاده کرد. این 2-3 ساعت گذاشت اولش که ترینینگ ها شروع میشه، خب یه مقدار باید بیشتر وقت گذاشت که ترینینگ ها تموم بشه، ولی از وقتی که ترینینگ ها تموم شد دیگه قسمت به قول معروف سرازیریه و خیلی راحت‌تر و با منیج کردن 2 ساعت شاید حتی کمتر بتونن این کار رو انجام بدن، چون سیستممون هم اتوماته و همین ایمیل هایی که از طرف ما میاد برای شما عزیزان ما خودمون هیچ کدومو نمیفرستیم، این سیستم اتوماته و خوبیش همینه. ما اگه مسافرت بریم شب میخوابیم صبح پا میشیم خبرهای خوب میشنویم. همین اینا از بودن سیستم اتومات این بیزینس هست و خب هدف هممون اینه که به درآمد برسیم. یه نفر با سرعت خیلی کمتر پیش میره، یه نفر با سرعت بیشتر. چیزی بیزینسیه که به تلاش احتیاج داره. من نمیگم که شما وارد این بیزینس بشین پول سرازیر میشه، نه، باید تلاشتون رو بکنین، خلاقیتتون رو داشته باشین و بعد از تمام اینا به درآمدزاییتون شروع میشه و به درآمد میرسید. حالا اگر دوستان چیزی جا مونده اضافه کنن خوشحال میشم. من میتونم مری جون شما بگید، یه عالمه میدونم که تجربه دارید. زنده باشید. همین که سپیده جان گفت کاملا درسته و یک چیزی که خیلی ها سوال میپرسن خب تا چه زمانی به درآمد ما میرسیم، این زمانش همون سپیده جان خیلی قشنگ توضیح داد، بسته به خودتون داره، بسته به این داره که شما برندتون رو تو سوشیال مدیا به چه سرعتی بسازین. اون برندی هم که ما میگیم دقیقاً شما یه نایکی رو در نظر بگیرید. نایکی اگه الان انقدر معروفه تو کل دنیا همه میشناسنش، مشخصا ماه اول، سال اول، 5 سال اول به این مشهوری نبوده. طول میکشه تا شما شناخته شده بشید. الان برند ما هم تو سوشیال میدیا همینه. شما باید خودتون رو بشناسونین به مردم، زندگیتون رو، اهدافی که تو زندگیتون دارین، چه کارایی کردین، الان تو چه موقعیتی هستین، دوست دارین که چجوری به دیگران کمک بکنین و اون طرفی که داره ویدیوهای شما رو میبینه، با شما داره ارتباط برقرار میکنه، باید به شما اعتماد کنه. اگر این اعتماده به وجود بیاد، مشخصا درآمدزایی از همونجا شروع میشه و نقطه شروعش
دیگه سعودی میره بالا. پس اون قسمتی که طول میکشه تا ما به درآمد برسیم دست خودمونه و یه کمی زمان لازم داره. این زمان همون چیزی هستش که تو سوشیال میدیا میخوایم شناخته شده بشیم. پس این زمان ممکنه برای یه عده به خاطر اینکه خیلی کامیونیتی بزرگی دور و برش هست از طریق اونا میتونه خودش رو بشناسونه، یه عده ندارن و مجبور هستن که از طریق همین سوشیال میدیا و پلتفرمایی که توش فعال هستن خودش رو بشناسونن و زمان متفاوته. دوستان میپرسن یه زمان خاصی به ما بگی ما بدونیم وقتی وارد شدیم مثلا بعد 2 ماه. این امکان ناپذیره. یعنی هیچ کدوم از ماهایی که اینجا هستیم و تجربه این بیزنس رو داریم هیچ کدوممون ما نمیتونیم به شما یه زمان خاصی بدیم. یکی تو 2 ماه به درآمد میرسه، یکی تو 8 ماه به درآمد میرسه. اصلا گفتنش ممکن نیست. بله درسته، به خاطر اینکه باور کنید من خب همه براشون خیلی سوالیم پیش می اومد و ازم میپرسیدن خب کسی که مثلا من خب 20 سال سابقه کار دارم، تقریبا سکیور جابم و در واقع میتونم بگم که مثلا خب اولین سال همه میپرسیدن که خب سارا چرا یه همچون کاری رو شروع کردی و بعد سال دوم مثلا میگفتن در مقایسه با کار خودم چقدر درآمد شما به دست مثلا داری. اصلا میگفتم که این کاری که من دارم مثلا به عنوان دنتال هایجینیست با این کاملا یه موضوع کاملا جداگونه است. اینکه ما میریم از همون اولش، اولا که واقعا برای همه قابل انجامه و در این حال شاید برای خیلی یا نه. چرا؟ چون که توی این کار که شما وارد میشید شما باید دانش اینو داشته باشید که واقعا کجا هستید، چیه اصلا این قضیه. این شما میرید که بیزینس خودتون رو ستاپ بکنید. بیزینس ستاپ کردن همونجوری که سپیده جان، مری جان، پگا جان گفتم، بله یه به اصطلاح اون اوایلش چون ترینینگ ماها خب خیلی همون واقعا اصلا بیزینس نداشتیم، این زمان خاص خودشو میبره. ولی یکی از چیزای کلیدی که تو این به اصطلاح به خصوص کسایی که دارن در کنار کار خودشون انجام میدن واقعا و کسایی که این سالو میکنن که چقدر درآمد دارید، این بیزینس و واقعا تنها چیزی که من میتونم بگم کلیدشه صبرتونه و چقدر زمان میذارید. این دوتا خیلی مهمه. صبر، هر روز روش کار بکنید. اولش در واقع شما باید به بیزینس کمک بکنید و میرسه یه زمانی که بیزینس به شما کمک میکنه و میرسید به درآمد. بله، و اینکه واقعا هدفمند بودن خیلی مهمه، یعنی که گیواب نکنن آدما، چون همطور که گفتین ممکنه که آدما با هم متفاوتن، یکی توی 2 ماه به نتیجه میرسه، یکی تو 8 ماه. کسایی هستن که وسط کار میان و گیواب میکنن. این بیزینس واقعا پتانسیل درآمدی بسیار عالی داره و یه چیزی که باعث موفقیت میشه اینه که گیواب نکنین، صبور باشین، هدفمند جلو برین و برنامه ریزی داشته باشین که تمام اینا توی آموزش هایی که ما داریم به شما آموزش داده میشه. فقط خودتون هستین که باید استفاده بکنین و بخواین که تغییری رو توی زندگیتون ایجاد کنین. دقیقا. و یه چیزی که خیلی مهمه و بازم توی ترینینگ ها هست، همون مایندستیه که به ما آموزش میدن. چون وقتی به یکی میگه خب من میدونم، به خودم اعتماد دارم، اعتماد به نفسم بالاست، میگم بله اعتماد به نفس همه ما بالاست. با مهاجرت کردن ما اینو به همه ثابت کردیم، چون همه ما این تجربه رو داشتیم که توی فامیل، دوست، آشنا، همسایه میگفتن داری میری 2 سال دیگه برمیگردی، 1 سال دیگه برمیگردی. خب من الان خودم 25-6 سال بیرون ایرانم. این اتفاق برای ما افتاده، ما اعتماد به نفس بالامون رو ثابت کردیم، بله، ولی تو شرایط‌های مختلف آدم میتونه همون اعتماد به نفسش هم افت بکنه. توی ترینینگ‌ها ما یک سری آموزش‌هایی می‌بینیم که باعث میشه که این اعتماد رو ما هرچه بیشتر قوی‌تر و قوی‌ترش بکنیم. و این واقعا نه فقط برای این بیزینس، ما هممون تو زندگیمون به این اعتماد به نفس قوی نیاز داریم. خیلی اتفاقات تو دنیای روزمره میفته،
نمونهش که دنیا رو فلج کرد 2-3 سال پیش برای هممون اتفاق افتاد، قربانیای زیادی از هممون گرفت متاسفانه. پس این اعتماد وجود داشت که ما با امید و به اعتمادی که داشتیم زندگیمون رو دوباره ادامه دادیم. توی همون مرحله کسایی بودن که واقعا گیواب کردن، کسایی بودن که به خیلی جاها کشیده شدن که موضوع ما نیست، ولی میدونیم که اعتماد به نفس خودش خیلی مهمه در رسیدن به اهدافمون. یکی از دوستان این از من پرسیده بود که اعتماد به نفس شما مطرح میکنین، ما خب داریم اینو، بله، ولی برای رسیدن به هدف ما بازم باید روی اون اعتماد به نفس خودمون و به این که توی چه راهی هستیم باید کار بکنیم، نه اونم یه بار کار کنیم ولش بکنیم، ما هر روز باید رو خودمون کار کنیم. و به خاطر اینکه ما داریم این ساپورتیو رو داریم، ما یه تیم بزرگ داریم که واقعا به ما این احساس رو میده. هر وقتی که مثلا هر جا کم بیاریم از نظر اطلاعات، از هر قسمتی که یه ذره بریم داون، ما اون تیم رو داریم و بهترین به اصطلاح درمان و همه چیز برای راهکار این به اصطلاح موفقیت این بیزینس ما است. اصلا اگه مایندست منفی باشه واقعا تو این بیزینس طرف دووم نمیاره، نمیتونه ادامه بده. داره و سفیده جان خیلی جالبه که توی یک کدوم این مسترمایندها یک کدوم از این کسایی که واقعا دیگه رسیده به اوجش و خیلی موفقه میگفتش که من اولی که شروع کردم، مثلا چند سال قبل وقتی شروع کردم با این مایند اومدم فکر کردم ماه اول شروع کردم من میخوام $1,000,000 ببرم خونه دیگه، همین. و میگفت رفتم گفتم کجاست این پولا؟ و میگفت دوباره برگشتم ولی با یک به اصطلاح مایندست دیفرنت بعد الان به این دلیله که به اصطلاح موفق هستم. عالی. خب پگاه جان، دوستانی که مشتاقن مثل ما بیان زندگیشون تغییر بکنه لطفاً براشون توضیح بده چجوری. آره مرسی مری جون. اولین قدم اینه که دوستان عزیز که مشتاق هستن اسم و ایمیلشون رو توی یکی از این وبسایت هایی که توی پیجامون هستش و توی کامنت ها گذاشتیم اسم و ایمیلتون رو بذارین و ما برای شما یک وبینار میفرستیم. اگر خواستیم وبینار فارسی هم براتون میفرستیم برای کسایی که حالا زیاد آشنایی به زبان انگلیسی ندارن، اونم نگاه کنن. اگر دوست داشتین باز میتونیم وارد مرحله دوم ما که یک دوره آزمایشی 30 روزه هستش و میتونه به شما خیلی کمک بکنه برای تصمیم گیری. ما 30 روز برای شما فرصت میذاریم که بخواین تصمیم بگیرین که این بیزینس رو دوست دارین یا نه. به مجدد اینکه وارد دوره آزمایشی ما میشین یک ویدیوی چند ساعته براتون میاد که توی اون ویدیوها براتون کامل دقیق با جزئیات راجع به بیزینس که ما چه کار میکنیم، بیزینس پلنمون به چه شکل هستش، کمپانی که باشون همکاری داریم و کامیشن هایی که دریافت میکنیم از این بیزینس براتون کامل توضیح میدن. اگر خواستین وارد مرحله سوم میشین که مرحله سرمایه گذاری هست و این خیلی مهمه که این یک بیزینس عزیزان و شما نیازمند یک سرمایه گذاری هستین. اون $150 $149 آمریکایی سرمایه شما نیست. شما اگر که خواستین ادامه بدین دوباره یک سرمایه گذاری دیگه دارین. اگر نخواستین اون $149 تون برمیگرده. در واقع شما چیز خاصی رو از دست نمیدین دوستان، فقط میاین وارد سیستم میشین و با تمام جزئیات راجع به این بیزینس میتونین تحقیقاتتون رو بکنین، سوال بکنین از یک کدوم از ما که منتور شما خواهیم بود و با کوچمون در تماس هستین، از ایشون میتونین سوالاتتون رو بپرسین و دقیق بتونین تصمیم بگیرین که واقعا این بیزینس مناسب شما هست یا نه. دقیقا. مرسی پگاه جان. عزیزان نازنین، اگر سوالی تو ذهنتون بوده که دوست داشتین جوابش رو بدین، اگر مطلب خاصی هست که میخواین اضافه کنین بفرمایید. من اوکی هستم. مرسی مری جون از دعوتت. مرسی عزیزم. زنده باشین. مرسی از شما. مرسی سارا جون و سپیده جون که شما رو هم دیدم. خواهش میکنم. مرسی از بینندگان عزیزی که تا الان ما رو همراهی کردن. امیدواریم که
تعدادی از سوالات رو جواب داده باشیم، چون ماشاءالله سوالا انقدر زیاده. سعی ما این هستش که تو هر لایفی به تعدادی از سوالای این عزیزان جواب بدیم و امیدواریم که باعث بشیم این نازنینان هم که میخوان یه تغییری تو زندگیشون ایجاد بکنن، ما راهی باشیم که کمک بکنیم این تغییر ایجاد بشه. مرسی از همتون، زنده باشین، با امید دیدارتون. خدا نگهدار. خدا حافظ.